نکن که پایهای من به این حال گرفتار شوند. من مگر لایق این بیماریم؟ مگر لایقم خدایا؟ نه آخر، نه آخر. چرا؟ 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 صالح به این دیوار نظر کن. و تو میگوید که آیا تنها تو این عذاب را میکشی؟ من به این حجره ها نظر کن. به اینها نگاه کن. همه اینها به مثل تو بودند، لیکن حیات همه آنها ادامه دارد. من این گونه زندگی نمی کنم. من از زیر این صندلیستان نمی خواهم. آیا این دست ها را به تو کی داد؟ چشمهایت را از بازار خریدی؟ گوشهایت را چی؟ دستهایت، انگشتهایت، بینیت. آیا تو وجود داشتی؟ ذاتی که تمام این نعمتها را به تو داده است هنگامی که تو موجود نبودی. تو را آفرید، نفس داد، به تو فرزند عطا کرد، صاحب خانه کرد. حالا باشد معیوب شدم گفته ناشکری میکنی. کنی به این سنگ روح بخش. کنی به این دیوار روح بدم. نمیدونی قدر و قیمتی راه گشتن رو نمیدونی. اما این دیوار میداند. سالهای دراز در اینجا قرار است. این گل، آیا این گل نمیخواست که صاحب پای باشد؟ نمیخواست که عقل و شعور داشته باشد؟ گوش کن. گوشهایت را خوب باز کرده گوش کن. کنی اسیان میکند. شنیدی؟ آیا اسیان میکند؟ گل میداند که اگر راه گردد از خاک بیرون شده پژمرده شده میمورد. اگر این سنگ ها از جایشان بیجا شوند به خاک یکسان میشوند. تنها تو نمیدانی. مادامی که نمیدانی پس طاقت کن. حالتان خوب است. سومن خوب هستی؟
گمان میکردند که من مردم، اما با خواست خداوند زنده برگشتم. شما هم با خواست پروردگار البته به پا میخیزید. دخترم از من قهر کرده برآمده رفت. به کی تکیه کنم؟ از این پس دیگر به کی تکیه کنم برادر؟ به خداوند تکیه کنید اکا. تنها با تو فکر میکنی که سلیم شهید شده است؟ آیا همین خیل است؟ همین خیل میگویند. میگویند که سلیم جانش را فدا کرده است و گمانم پیش از آغاز عملیات از سبب جنجال کردنش این حادثه به سرش آمد. تو چی؟ حادثه های گذشته را دیده بودی؟ در سخن حق حاجت به قسم نیست. حق بودن سخن من وابسته به رفتن من می باشد. اگر به من یگان حادثه رخ دهد، سومن به تو امانت گفته بودی. برای همین به او خواهدار شد. ترسیده بود، بی قوت و ضعیف بود. به نیکوی خود را در آورده فکر کردم که بهترین راه امانت را نگاه داشتن بود. شاید خطا کرده باشم، اما من خرسند شد. میدونی برادر سلیمت درد خود را فهمانیده نمیتواند. عارف برادرم، دوست، من با سومن خانه‌دار شدم، اما عقل و هوش او همیشه در تو بود. حالا باشد برای از دست ندادن برادری من باید اینجا را ترک کرده میروم. بعد از عملیات من میروم. حقت را حلال کن. اکنون سومن امانتی توست. اصلا همه اشایان است. همین خیل نیست من. چه خیل؟ چی ایان است؟ یک مرتبه وقتی که سلیم وفات کرد در ذمه عارف بودی و به او تکیه میکرد. بعد از ناپدید شدنشان با یکدیگر جنجال کردند. شاید یکدیگر را زیر مشت و لغت قرار دادند. و شاید با این کفایه نکرده سلیم را با سلاح پر را پس این کار متوجه کرده است. عاقبت کار باشد معلوم است. اما سلیم
زخم گرفته‌اش نگاه نکرده خودش را به بالای عارف برتافته است. به زمین افتیدند و بعد آنها را اولین کسی که دید تو بودی. بله. وقتی که آنها را دیدم سلیم در بالای عارف و به خونه آغشته بود. اگر گپی مرا گیری دوست و رفیق گفته از بر این کار نگذر. یه روز تو صاحب شوهر بودی، این روز باشد تو حتما از به این کار شد. سومن با تو گپ دارم. سومن باید مصلحت کنیم. مصلحت کنیم؟ مرا دیده دانسته بچه ها تیاله داری عارف. مرا ناچار و ناتوان گذاشتی. چرا این کار را کردی؟ چرا؟ نباشد همش خوب میشد. خرسند و سعادتمند میشدیم. یکدیگر را دوست میداشتیم. زندگی میکردیم. عارف چرا این را به من روا دیدی؟ سومن گوش کن به من. عارف تو مرا گوش کن. التجا میکنم بگو که من قاتل نیستم. بگو که من این کارا نکردم. گپ زن که مرا را نکشتم. سومن گوش کن. سومن با ادوکات هایت مصلحت کردم. صالح نازیه را برای گرفتن حق ندارد. مادر حالا وقت این کارها نیست. دعوای جدا شدنتان را میکنم. اگر لازم شود وکالت را به عهده خودم میگیرم. مادر آخر اکنون از بیمارخانه برآمدم. برای من باری زیادتی نآورید. به ضمن این قدر درد و الم باز دعوای جدا شوی رو از شوهرم طلب کنم. فرزندتان از دست رفت. آخر به هر حال مردی نبود. یگانه نسل آینده‌مان از دست رفت. نازیه دخترم. مادر آیا این کاری کرده‌ات به تو معقول است؟ چند مرتبه گفتم که در نزد نازیه این سخن‌ها را نگویی. نه تو به این رحمدلیت این کار را به آخر رسانده نمیتوانی. حالان که وقتی عملی کردن این کار است. مادر اجازت میدهی داروهایم را استعمال بکنم؟ استعمال کن. من خودم همه کار را تخت میکنم. تو دخترم خواطر نشم. برادر من یک چیز را نمیفهمم. آخر کی سلیم از پشت حمله نکرده بود؟ با کی عارف روبرو شده و تیر خورد؟ تیری خورده این تصادفی بود. آخر چه پیش آشا میگیری؟ یکون کم نگفتم اکا. خود به خود فکر میکنم. فکر نکن برادر. رفیقم بس کنید. هرگز گمان نکن که اکی عارف را پرانده است. ای قدر از خود نرو. کسی باشه نباشه برای من فرقش نیست. تو را در یک لحظه نیست نابود میکنم. چی شد؟ چی شد؟ برادران بس کنید. یکدیگر را نخواهیده فرو میبرید. به این همکارها خوب نیستند. گویا این کاری ساخته باشد. مرگ سلیم را به سر عارف زدند. برادران آخر این یک اشتباه بود. اگر تو این خیل باوری داشته باشی پس همین خیل می شود. برادر نباید دیگر خیل فکر کنید. آن چیزی که با چشمای خودتان دیدید
این کار میکنید و به کاری نشده باور میکنید، چون که همتان دیهاتی هستید. بولتا آروم باش. بولتا اگر سردارم نمیشد تو را باب میکردم ابله. همتان در شبه هستید و از آشکار کردن میترسید. اصلا وقتی خاموشی توست شاهین. همه لطفاً جمع شوید. زودتر رفتیم. فداییان، مدیرم، اگر اجازت دید گفتنی دارم. فداییان، اگر نشنیده باشد خوبتر گوش کنید. باز میگویم یک شوید، یک اتفاق شوید. فهمو؟ وقتی که شما شیر میخوردید من در میدان جنگ با دوستانم مبارزه میبردم. ده ها هم یراقخانم را با دست خودم گراندم. از میدان ها همیشه دست و پا جمع میکردم. خبری شهادتی رفیقانم را به پدران و مادران و زن و فرزندهای آنها میرساندم. یک برادر داشتیم، همیشه روحیه ما را بلند میبرداشت. در کوه و پشته به میدانهای جنگ در بین تیر و طوفان چگونه زنده ماندن را به ما میآموزاند. هر وقتی که به مبارزه میرفتیم به ما چنین میگفت: شیران من، برای وحدت و یگانگی زندگی کردن این خودش در راه وحدت مردن است. از پی شربت شهادت می‌دویدم، اما هم خودم را، هم خانه‌ام را و هم عائله‌ام را پریشان کردم. به این حال عاجزانه من نظر کنید. نه خانه سوختم و نه مرگ برادری سلیمم. این حادثه ها جان مرا با درد و عذاب نمی آورد مگر دیدن پراکندگی و
آمده دکا. چقدر بنزین بزن؟ باک رو پر کن. لبی گوش میکنم. فهمیدم. خوب. خودی حاضر می آیم. حبیب لبای اینجا بیا. گوش میکنم مدیرم. همه جمع شوند. مسئله فوری می باشد. در ظرف 5 دقیقه برای رفتن آماده شوند. اطاعت. من در حال همه را جمع میکنم مدیرم. یاریدیا؟ سردارم سلاحتان. من همیشه با شمایم. نگران نباشید. تشکر برادر. رفیقان گوش کنید. شخص در نقطه سوزشواری ماشینش را آورده میماند. میگوید که بک را پر از بنزین کنید. و پولش را نمیدهد و بعد سلاح را گرفته تیر پرانده تهدید میکند. امنیت در جای حادثه است. امنیت آنجا می باشد، اما خبرنگارها هم آنجا هستند. آن مرد گفته است که پول در جیبم هست. آخران پول برای نان فرزندانم می باشد. فدایان آماده باشید. اطاعت. صالح، رفیقان کار را حل می کنند. اگر خواهی تو به خانه رو از پی زندگیت شو. نه مدیر، من در سری وظیفه هم میستم. صالح، این مراتب گپی مرا گوش کن برادر. شاهین، این وظیفه به دوش توست. اطاعت مدیر. کنی زودتر شوید. خداوند مددگارتان باد. رفتیم بچه ها. برادر خیلی چیکار کنم؟ کم بغلم گفتم برم. با ماشینم بنزین خریدن نمیتوانم گفتم خودم را کشم. باکی مرا پر از بنزین میکنید. فهمیدید؟ پر کنید نباشم اینجا را آتش میزنم. اگر پر نکنید اینجا میسوزم. گوش کن برادر گوش کن. اگر یکان درد داشته باشی به من گپ زن. در من اجرا کیسم میکنم. 20 لیره دارم. با فرزندهایم نان میبرم. شیر میبرم. بنزین ندارم که تا خانه روم. آیا با این پول باکی ماشین پر میشود؟ که راست میگویی. من تو را میفهمم. زنهایم در خانه منتظر نان میباشند. من آرام شده هر یک نمیتوانم. شهروند نظام و قانون را ویران کند. پس با چکل ترتیبات را با جون. باکی من باید پر شود. اون کس مانع این کار نشود. فهمیدید؟ همه به خفا یک شهروند میشود. پرانه. در کمی آرام باش. آرام باش. آرام نمیشود. آرام باش. من هرچی میگویی اجرا میکنم. پر کنید. چرا نیستید؟ گوش کن. گوش کن. گوش کن. سریع در حال موارهای گرد اطراف را پیوست کن. از همه طرف دیدن میخواد. بولتر تو به جایی رو که با آن نزدیک باش. برادر آرام باش. شما باش. هرچی میخوای من اجرا کودک میکنم. فکر میکنید. پنجاه و چهار. خدمت خود. برادر رو به دست کن. آخر یکون کار رو به دست کن.
در کشوده بوده است. زنگوله کار نمی کند. بفرمایید با شما کی در کار؟ شما آقای صالح؟ تبابت، نفقه، چه خیلی که میخواهید حیات همین است. برای همه چیز کفایه میکند. تو کیستی که باز با من رشوه تکلیف میکنی ها؟ این تکلیفی مخصوص میباشد. این رشوه برای چیست؟ تو کیستی؟ از نزد خانم گلای آمدم. ادوکت او میباشم. میخواهد که از خانم یاسمن جدا شوید. تنها برای جدا شدن اینقدر پول ها؟ در جزدان همش پول یورو بوده است. البته پولی از همه با قدر. کنی یک بار دیگر به درونش نظر کنم. از نگاه اول فهمیدم که انسان با فهم و با عقل میباشه. مرحبت. من گوگیر دارم. آرام شو میگم. برادر آرام باش. در نظر رو بکنی پردیم. انبار را بدهید. آرام باش. آتش میزنم. انبار تو خط را اجرا میکنم. آرام باش. برو آتش میزنم. باری تو برای بمون. یه تدیک باشد هم فرمانی من را اجرا کن. اما کارت گفته نیست. آن مرد اول مدیر را میپراند. اول او را باید خطر کرد. بیورو من بیا من رفته برو گپ زنم. یسو تو همراهی من اینجا میمانی. خانم گل رو بگو که چنان بی پول مانده است که پولی ندارد. برای خودش ادوکت گیرد. برای او ادوکت نیست بگو. برای همین همه گپ را خودش قبلا با زبان خودش گفته بود. گوش کن جناب، مال و ثروت یافت می شود اما جان یافت نمی شود. تو به من یورو دادی اما جانی تو در دست من است. کنی گپ زن؟ کدام اینها قیمتتر می باشند؟ گپ زن، مال یا اینکه جان؟ میگویم دختری من و همسری من جانی من می باشند. بری جانم می گذارم لیکن از باری آنها نه. این را هم به خانم گل رو بگو. میگویم با معلوماتت من ادوکت خودم می باشم. فهمیدی؟ این را خودم رفته با آنها می گویم. فقط میگویم گوش کن. آرام باش. کاریف چرا ایستادی؟ هر چیزی که میگویم همان را کن. درست فرمان بدهی برادر. شخصی که در عملیات دوستی خود را کشته است تخته قبول نیست.
چیز را نفهمیدم. برای 2 قدم زدن باید 8 ساعت آماده شوم. مادر جان دادم اومدن. اقرب 1 اقرب 2. اقرب 2 گوش میکنم. گوش میکنم. اقرب 1 گوش میکنم. نامی که قیمتترین بنزین دنیا در ما باشد استید. و من پول خوراک و شیر فرزندهایم را در بنزین صرف کنم، پس من این بنزین را میریزم برادر. این بنزین را من را خود بفهمم. احوال شما خود بفهمم، اما التجا میکنم. یا بس کن. تسلیم شو. بکی ماشینت را من خودم خورد میکنم. چرا به هر طرف تیر میپرونه؟ ایستا. نزدیک نشو. آرام باش. رسرب نکن. میفهمی؟ نزدیک نشو که همه را بود. بکی ماشینت را من خودم خورد میکنم. ایستا. خواهش میکنم مهران. بایلش. آرام باش. هر چه بخوایی او را نگاه نکرده باید عملیات را آغاز کنیم. نباید عارف را منتظر شویم. هیچ راهتون نمیشود. در وقتش عملیات را سر نکنید. نشان گرفتم. اقرب 2 منتظر شد. اقرب 1 مدیر را از آنجا دور کنید. سلاح آن آدم را به غضب میآورد. با فرمان دیگرم در علاقه باش. نمیگویی خانم گلرو در کجا؟ در خانه حاضر می آید. او رو یاد کردی؟ نپرس، بسیار یاد کردم. تلویزیون رو روشن کن. ساله با تو امروز چی شد؟ یگان چیز نشده از خانم، عملیات است. روزنامه‌نگاران در آن جایند، شاید پخش مستقیم باشد. دخترم؟ دادا بینید ببینم با من چی خریدند. اوه بسیار زیبا بوده است. دادا بازی میکنیم؟ بله بیاید بازی میکنیم. خیر مایلش. گوش کنید. همه زیر نظارت است. سومن انا اکنون نوبت شما شد. آیا اینها ما هستیم؟ بله این من، این شما، اینش باشد مادرم. انا اینش؟ بیبی جانت. دادا بازی رو برام نکنید.
دخترم تو به او اهمیت نده. خانه خودش را صاحبی کرده نمیتواند و با بازیچه ها خانه میسازد. رشوه اون را قبول نکردم، برای همین غضبناک شده. چی شد مادر؟ در نقطه سنجواری ایسانبول یک شهروند دادا، رشوه چیست؟ روبنی زده است. این مرد برای خانم کمی بزرگ، و قیمت بودن نقد دعا کنید که من این موضوع را در نزد دخترم نمی‌گشایم. مردم رو میترساند. حالا برای خبری مفصل‌تر هیچ گپ نیست دخترم، تو بازی رو دوام ده. تماشابینان عزیز، حالا تمام حادثه ها رو بخش مستقیم به شما نمایش دادا جان، از نام بیاید بازی رو دوام در دهیم. نقطه سوزشواری بوده تا حالا آخر وعده دادید. حالا در مهمانی ما کمیسری تعییناتی مخصوص برای پاسخ دادن این نابخور در آنجا چیکار میکند؟ مردم آرام باشند و دادا، نگران دو طرف نشوند. مانده یک جای چنانکه بازی میبینید تعییناتی مخصوص به جای حادثه آمده است. همه اش را تحت نظارت خود میگیریم. بینندگان گرامی، چنانی که همکاری ما عرض نمود تعییناتی مخصوص نقطه سوزشواری ای دیوانه، کارهای لازمه را ای دیده شده. بی‌فراست. آدمی جنایتکار رو یک طرف گذاشته آمده در اینجا معلومات بدهد و کارگری تعییناتی مخصوص مانندی ندارد، گویا نمایشگر باشد. خبر میدهیم. معیوب شده به صندلی نشستی، اما تو حالو هم در فکر کار میباشی. اشکی چشم دخترت تو رو به ننگ نمیآرد. نازیه؟ نازیه جان دخترم، عقل و هوش این آدم همیشه در بازی های پلیسی. نمی شود دخترم، با این مرد خانه آباد کرده نمی شود. انا خانم سومن یکی از فعالترین کارمندی تعییناتی مخصوص می باشد. او با شما کمک برساند. سومن، تو کارمندان تلویزیون را به جای بی خلق بود. چرا به هیچ وقت تعییناتی مخصوص نخواهد؟ نه، بس نمی کند. اسیر صندلی شده است و تا حال فکر و خیالش در کارش. مادر صالح چی گفت؟ از رشوه سخن کرد؟ هیچ چیز. فکر جدا شوی شما را کردم. گفتم که از قرض و قواله شما را خلاص کنم. چی؟ تو چی کار کردی مادر؟ دخترم، آخر نمیبینی؟ چند مراتب گویم این مرد در فکر شما نیست. پابند کار است. از بهر این آدم گذرید. من خودم شما را مثل شاه دختران نگاه میکنم. برادران، مرا از جانم سر نکنید. آخر خدا نکرده یکان تحت وجدانم مرا آزاد میدهد. برادر تو را بفهمم. آرام باش. بنزین بر قربان، بنزین. شد، آرام شوید. خواهش میکنم برادران آرام همه باشید. به خبر جواب جایی کردن این شخص رو جرحی بزرگ نمیمانم تصدیق نشده بهتر کنم. سر دیه مرا سر دیه گفتم دستم را ندار. نیشانگر من دیگر تو قدم میکنم میروم. نرو برادر، تو کجا میروی؟ سر دیه دستم را سر دیه سلاح را به من ده. سر دیه شد بس، فرمان در دستی توست. یگان کار کن آخر. نگران نباش، در فکرشم شد. اقرب دو آرام. آنجا 3 نفر نخواد که امری پراندن دی. آخر میگوید که عارف از اینجا 1000 متر میپراند. یعنی پران. بیشرف. صدیق پاکاگر. چیکار میکنید؟ اقرب دو اقرب یک ایستید نپرانید. ازدحام زیاد است، همه جا پر از بنزین. دیگر ایلاش نیست. حالا پراندن نوبتی دوست. اقرب یک من نزدیکم میپرونم. اقرب 3
صبر کن اقرب دو میپراند مادامه که این خیل باشد خدایا با عارف مدد کن. التجا میکنم. دست من به دست خودت به حرمت حبیبت کامیابم کن رفیقان یکم کس رو نزدیک شدن نمانید روزنامه‌نگاران را نیز راه ندید یگان کس را نزدیک شدن نگذارید نوار و عکس گرفتن ممنوع است بلتر برادر چیکار شد یک سلاح را از دست این آدم گرفتن نتوانست شما من ده اقرب سه فوراً به مکان حادثه ماشین یاری تاجری روان دادا با خونه ما چی شد؟ خانه‌مان از پیش ندیده زیباتر میشد. نگران نباش. آیا باز یک جای شاد و خرسند میشویم؟ میشویم دخترم. وعده میدهید؟ دخترم وعده میدیم. با باغ هم میرویم؟ میرویم دختر جانم. آیا مادرم نیز همراه ما به باغ میروند؟ میرود دخترم. آیا بی مادرت میشود؟ آره! نباشه در آنجا پخت قند میخوریم. البته میخوریم دخترک زیبایی که من میخوریم. دادا جون درست کردم تعیینات مخصوص برادر، البته چی شد؟ تشکیل داده شد گوش کن. تمام بدنم بوی بنزین میکند. وای بنزین رو به پول گرفتم گو ها اکنون تمام زمستان خود را گرم میکنی گوش کن یکی از یه برای دیزل میگیریم. بعد برابر تقسیم میکنیم. برابری افرمیتیکا. برابری افرمیتیکا چی؟ برابری اریفمتیکا میگویند اریفمتیکا سفسطه را بس کنید امروز شاهین گفتنی آدم عارف را مجبور ساخت که او را پراند این نابکار چه خصومتی دارد؟ همیشه سری ما رو در بلو میموند امروز وقتی که سرداری رو به عهده‌اش گرفت یک بار از بله وقتی که نوارگیرها را دید عملیات را به نمایش مبدل کرد خدا رحم کرد اگر نقطه سوزشواری میسوخت پس چیکار میکردیم در نزد نواربرداران شرمنده می شدیم جان یکیش خیریت شد شما سرداری تعییناتی مخصوص می باشد. اصلا من برادر پریشان می نمایی از برای خدا باز به یگان حادثه ناخوش دست نزنی در نزد نوارگیرها در حقیقت در این گروه همه از فداییان تو نگران نباش من منتظر رفتن نواربرداران هستم خانم سومن هم یکی از آن چرا کرد؟ شوی خریگر از روکار منتظر رفتن آنها می باشیم این زور دارویم نوار گیرم. معکه ساله نشون میدیم. ای اگر اکی ساله میشد کی ها این مرد سلاح به دست آرام می برادران اوز ما باید اکا بسیار مهارتی خوب نشان دادی از بین این قدر آدم نوبت من نیفتم جان یکه خدا به من کمک کرد راست اکا تو دانسته به دستی او پراندی یا کشتنی بودی و تصادفاً به دستش رسید؟ چه سوال است آن مرد دعا کند که اکی عارف با انصافانه رفتار کرد این طور نگوی ظریف عارف آیا همین خیل نبود تشکر برای کمک شاهین چه مشکلی داشته باشد؟ من مشکلی را نمیدانم. وقت است که آمد همش را میفهمانم.
بهترش برای این مرد بیچاره کمی خیر کنیم. معلوم که شرایطش آنقدر خوب نیست. مرحمت کاکی. سومن با تو گپ دارم. مرا سرده. با تو گپ زدن نمیخواهم. هر چیزی که میخواهی من راضی، فقط مرا گوش کن. باوری هم نمیآید. اگر خواهی در مسافه زیاد از بین 3 نفر شخصی در هدف بودن را مییابی. سلیم چی خیلی شد که در مسافه کوتاه قربانی تیری تو شد. تو گفتنی هستی که یعنی گمان داری که سلیم را من کشتم؟ دیده و دانسته کشتم؟ نمیدونم. باید این را تو خودت فهمانی. اگر تو این خیلی فکر داشته باشی پس حاجت به فهمانیدن هم نیست. آفرین، جناب شاهین به گوشت خوب خوانده است. پس ما چی میشویم سومن؟ آخر ما یک دیگر را دوست میداریم، مگر همینطور نیست؟ داشتم سومن. عشق من هر لحظه زیاد میشد. تنها تو را دوست میدارم. وقتی که سلیم مرده بود تو از این مکتوب بیخبر بودی عارف. این نامه تو را سفید نمیکنن. مرا با سفید کردن خدا اثبات کن. سومن گوش کن. سلیم برادری من بود. آیا من می توانستم برادری خود را؟ سلیم مرد عارف، مرد. مرا هم فراموش کن. عشق ما این کار ندارد. تخم عشق به دل ما شاید پاشیده شده بودم. ما این تخم در دل من نسبزید. حالا باشد مرگ سلیم برای تو سوالهای زیادی رو و میان آورد. سومن حقیقت هم مثل فصل سال است. موسیمش که آمد خودش روشن می شود. عارف حالا موسیمی تیرم هست. برای من همش مثل برگ خزان یک می ریزد. و من اگر زورم آید هم کارم را می کنم. الویدا. دخترم چیز باید جایگیر شدن؟ جایگیر شد. اگر خواهی حجره دیگر رو نیز استفاده بر همش جایگیر شد. تشکر. فقط لباس های نازی همون. فهمو. آقای صالح اکنون تو میتوانی به حجره زیبای خودت گذاری. مادر
سعادت بس کن جمع گیر کنی رو. از اینجا می رویم. در زمستانی سرد در اینجا زندگی کردن نمیشود. بس است اینقدر عذاب و مشقت. تو حتما میروی، اما دختر رو نبیرم با کجا میروند؟ با کجا می روند؟ به خانه خودشون. نه نه، این خیل نمی شود. اکنون آنها از آن من می باشند. می بخشی و تو قوت نگاه و بین کردن آنها را نداری. خدای توبه. مرا گوش کن، تو از اینجا به آنجا به زور می روی. تو چهل دختر رو نبیره مرا نگاه و بین میکنی. این آدم ما را میکشد. عجلمون در دست اوست. مادر اگر پای هایم معیوب شده باشند دست هایم بیکار نمی ایستند. خانم گلرو، ای باوریم نمی آید. با این حال گرفتار شدیم. در خانه هم به سوی ما سلاح برداشت. این آدم دیگر اصلاح نمی شود. مادر یک دقیقه ایستو. صالح چی کار میکنی؟ به چشمانم باور نمیکنم. سوال داد که چخیل محافظت میکنی؟ من باشم این را نشان دادم. دخترم بیا بیا زودتر بیا. آیا نمیبینی که پدرت به سوی ما سلاح برداشت؟ دادا چی شد؟ بس کنید. همینش کم بود که دخترم رو بر ضد پدرش میشورانید. از برای خدا سلاحت رو دور کن. ادوکات رو روان کردید تا به من پاره داده همسرم رو از من جدا کند. من آن پول رو رد کردم. شما به جای آیله امان رو یک جا کردن آن رو پراکنده میکنید. تو جدی میگویی؟ پلیس رو جیغ میزنم، تو رو از اینجا دفع میکنم. جیغ زنید. اگر خواهید تلفنم رو دیم راست شما رو با مدیر پیوست میکنم. بی تربیه. این دولت قانون دارد. اگر تمام کارمندان حرکت مخصوص آید هم اینها را از دست من گرفته نمیتواند. من در حقیقت دلها رو آرام میکنم. مرحمت. چه حال داره دوستم؟ کارهایت چه خیلی؟ اگه چخیل آن نوبکار رو از بین آنها جدا کرده پراندی؟ تعریف عیب باشد هم من هم در مکتب میانه در پراندن ماهر بودم. خیر؟ کمانهای ما برای مسافه های نزدیک بود، اما با این کمانها به چشم حشرات هایی که در بالای برگ درختان بود میزدم. باور کن به خدا قسم میخورم. خیر. به خدا قسم میخورم. ای آخر فلسفه حیات من گشتن و تماشا کردن میباشد اکا. به خدا دوستم چای بسیار خوب شده است. میدونید چی؟ حربی چای رو بسیار خوب تیار میکند. نوش جان شود. میدانم دوستم. سلامت باش. مرحمت. اگر امضا کنید در حق سردار عارف پرونده جنایی باز میکنیم. پس اگر پرونده جنایی آغاز یابد وظیفه‌اش چی میشود؟ شخصی که پرونده جنایی دارد تا معلوم شدن جنایت از وظیفه سبکدوش کرده میشود. یعنی کارو بس میکنن؟ تا معلوم شدن حقیقت بس میکند. تمام. سلام علیکم. و علیکم السلام. میبینم که استاد درجه اول شهر عرفه باز مشغول کار است. استحصال چین، مواد ترکنده، اینها را سنجیده ایستادم. اکنون کار همین خیر می شود. سیستم عجایب دارد. بسیاری ها طرز استفاده آن را نمیدانند، اما با گمانم که من حل آن را یافتم. آخر از چشمان تو خردترین ذره هم پنهان نمیماند برادر. تو چه حال داری؟ در میان 4 دریا تخته بندم کردند. باز میگویند که دامن تر نکن، هوشیار باش. خدا مددگاری حقیقت جویان است. چرا نمیپرسی که چی شد؟ ای بوی جگری سوخت عالم بگرفته، گر نشمیدی زهی دماغی که تو راست.
آدمی که جگری سوخته دارد و شمال بویش را میارد حالش را پرسیدن شرط است مگر؟ سلامت باشی برادرم. ظریف، چی؟ بیا یک جای به مکان حادثه برویم. شاید در آنجا یگان دستگاهی نوار پیدا شود. در خود میرویم برادر. سامان، میدونی چی؟ هر وقتی که گلی خودروی کوهی را ببینم تو به یادم میایی. هر وقتی که یگان گل را بوی کشم بوی تو به مشامم میزند. بابای سامان دخترم، من مادرت حفیظه، زنی که چشمانش نمیبیند. گوش دارم مادر، چقدر سورپریز است. دخترم دیشب تو را در خوابم دیدم. به تو خبری مهم دارم. کو سراغت را گوی؟ مایلش خوب شده است مادر جان. خیابان گل؟ اکنون با تو بازی میکنم دختر جانم میلش. بازی میکنم؟ البته. با شما بازی کردن رو بسیار ناز میبینم. دادا چه بازی میکنیم؟ دخترم بازی از خانه گریختن. زودتر رفته از حجره ما یک چند لباست را گیر. پیغام کس خبر نده. یک جای برآمده میرویم. یعنی چه؟ پنهان شوه کن؟ با تو پنهان میشویم. کسی که خوب بازی کند آن کس غالب میشود. یعنی کی ما را مییابد. من بسیار خرسندم. دادا جان تشکر که با من بازی میکنید. به اجازتی مادرش دختر را دزدیده است. آقای پلیس وقتی سخن جدا شدن را شنید دیوانه شد. به سوی ما سلاح کشید. زودتر شوید. تنها انتظار شوید. در حال پلیس ها را روان میکنم. بسیار میترسم. بیشترم التجا میکنم. زودتر شوید. زودتر شوید. گوش کن دختری زیبایم. چنان خواب دیدم که درد سرم شد. اگر به تو نقل کنم راحت نمی کنم. تو را در خوابم پریشان دیدم دختر جانم. التجا می کنم. می دانم که خودت بسیار غم و غصه داری، اما التجا می کنم پسری دیوانه مرا صاحبی کن. درد و غم او را برطرف کن. آیا این بچه دیوانه تو را غمگین می کند ها؟ نه مادر جان، نه نمی کند. دختر جانم، این خیل باشد بسیار خوب. در خوابم دیدم که تو خاک و غیشت میخوردی. چی؟ من صاحبی نبیره میشوم؟ نه مادر جان، این خیلی نیست. دخترم وقتش که آمد همهش نقض میشود. خیر، من میروم. نوارگیرک های پلیس از این منطقه خیلی دورند. باید امیدمون را از آنها کنیم. گناههای دیگر چی؟ راستی نمیدانم. به گمانم این نوارگیرک ها کاری ما را تمام نمی کنند. این دکان چی؟ آیا در آنجا کامیرا بود؟ رفتم میپرسیم. رفتیم. یگان کس ما را ندید دخترم. نه دادا یکم کس ندید. بسیار خوب رفته ایستاده است. اگر از این گردش گذاریم کار حل میشود. از آنجا به تاکسی سوار میشویم. دادا چی شد؟ چی دستگیر شدیم؟ دخترم نزدی من بیا. از من جدا نشو. آقای پلیس، انا همین کس. او را دستگیر کنید. نبیرم را دزدیده است. خانم آروم شوید. این آدم نبیره مرا دزدیده است. کمکم کنید. دختر را از دست او گیرید. التجا میکنم. عارف،
سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. روز بخیر. بلش من بعد زنگ میزنم. مرحمت برادران. راستی گپ من نمیدانستم که در اینجا سودا میکنید. خیر بلا با پسش. به این هم برای خرید کردن آمده. اگر سراغ پرسی من به این خلکارها سر و کار ندارم. این خلکارها رو بسیار بد میبینم. تو اونقدر مهمان نواز نبوده ای برادر. حتی سلامی ما رو علیک نگرفتی. در اینجا صدها جنایتکاران زندگی می کنند و بسیار علفهای نادر در این جنگل می روید. در آبهای اینجا باشد تیمساهای خطرناک است. از خود نرو. نه من این برنامه رو دوست نمیدارم. بر رفیقم نیز معقول نیست. بله اکا جان. گوش کن محترم. ما از امنیت وقتمون کم و ما قیدی نوار لازم است. برادر در اینجا یگان خیل نوار پوار نیست. گوش کن. اول اینکه من برادری تو نیستم. بعد بالای در نوارگیر گذاشته و من قیدی نوار لازم است. اینها رو میگویی؟ بله. عیناً همان رو. قیدی رو در پس جاگیر میباشد. چرا به شما لازم شد؟ حاضر این نوارها رو تنظیم نموده فیلم میکنیم و بعد تو رو به فستیوال سینماگران میفرستیم. نباشد من رفته برای شما آن رو میار. زحمت بشود. برای ما چای لازم نیست. ما چای نوشیده آمده ایم. این چه خیل آدم است؟ این قدر انسانی پس بوده است. خدا. لابай. آیا میخوایی با خاطر شوهرت شناس شوی؟ Алло? تو کیستی؟ قاتل شوهرت دلیل‌های موجود بوده رو نصف میکند. اگر در حال به مکان کشته شدن سلیم روی مقصد رو میفهمی. Алло, تو کیستی؟ دختری شما؟ بله. به روزگی مادر شما نیت دختر رو به گرو گرفتن داشته؟ برادر نخواد که انسان دختری خودش رو گروگان گیرد. عالی جناب. در حال دختر رو سر دهید. سوله دخترم بازیم. سعادت آرام شو. خانم مادر این دختر می باشند؟ بله آقای پلیس، این آدم دیوانه شده است و همه ما تهدید میکند نبیرم را از دستی رو گیره. او رو سر ده و دختری من نرس. دخترک باید با من برود. و تو میگویم دخترم رو سر ده. عالی جناب. خودتان رو به دست گیرید. شود یکم کسی دیگر رو جیغ میزنم، لیکن شما سلاحتون رو پرتوید. نباشد کارها چطور؟ تو باید تعیینات مخصوص را جیغ زنی. اکا بگمانم که شما همکاری ما میباشید. تو با اونها زنگ بزن. بگو که سردار صالح خودش رو اسیر گرفته است، خودش رو میپراند. پس کی بودنی مرا به تو میفهمانند. نگران نشو. همش خوب میشود. نگران نشو. ظریف برادر برای چی این آدم اینقدر دیر کردن؟ برای چی قدر دیر کرد؟ این ابله کجا گم شد؟
ظریف ما رو فریب کرد زودتر چی شد ظریف؟ نابکارتیست را گرفته گریخته. ظریف صبیر ماند و ما رو فریب داد زودتر زودتر ظریف از کجا میدانستم که ما را فریب میدهد آخه؟ خدایا ما باشیم دهانمان باز مثل گمراهان منتظر او شدیم. آقای مدیر از رفتی حادثه معلومات نداریم. وقتی که آنجا رفتی میبینی. بخیر است مدیر؟ عارف را میکابم اما او را یافته نمیتوانم. امروز همه شیرکار شدند. این کار را یک طرف ماند باز یک کار دیگر برآمد. معده‌ام را درد گرفت. بولتا رفتیم من با شما میروم. میخواهید که از یاروخ اسلحه پر را آماده باشیم؟ نمیخواهم. سلاح‌های در دستمان بوده کافی است. زودتر رفتیم. تا کجا میگریزی ها؟ باید بسیارتر به ورزش مشغول میشدی. نگه در برش نیست. آیا تو ما را مسخره میکنی ها؟ در کجا؟ نروخ در کجا گپ زن؟ نهارها در کجا میگویم؟ گپ بزنی یا که تو را زورم به گپ درارم. عارف پلاس ایستا نگریز. آدم در حقیقت ما را دیوانه کرد. در جایت ایستا. عملیات گفته انا این را میگویم. بولتا با تو چی شد؟ بولتا راحتی میگویم. باید دخترش را اسیر گرفته است. بولتا ینگام رو دیدی چی؟ راحتی میگویم با تو. سلاح‌هایتان را پایان کنید. صالح سلاحت را پایان کن برادر. مرا گوش کن صالح. اکا ایشون بولتا ایست نگویم. صالح چیکار کردنی؟ دخترم را از دستم میگیرم. آخر من شرایطی ندارم که با ادوکت خوشتامنم مبارزه برم. دخترم را نمیگم. از اینجا همراه او برآمدن میخواهم. صالح نکن. چی برزیدی تو اینجا عملیات آغاز کنی؟ برای پراندن خودم اجازت نامه گیرم. نخواد آدم دختری خودش را اسیر گیرد صالح. دادای من اسیر نمیگیرم. برعکس اسیر رو رها میکنن. سالهای دراز در کوه پشت عملیات میگذراندیم. بعد به شهر آمده با راهزنها دزدان و دیوانگان مبارزه میبردیم. مدیر حالا باشد نوبتی من آمده است. تو را زیر هدف قرار ندادم صالح. اگر سلاحت را پایان نکنی مجبور میشوم که برای نجات دادن دخترت و خودت عملیات را آغاز کنم. مدیر به دخترم یگان خیل ضرر نرسد. نگران نشوید. اما اگر همراه دخترم از اینجا برآمده نتوانم مدیرم ما نمیدونستیم. با ما همین خیلی خبر رسید. اگر میدونستیم هیچ گپ نیست رفیقان. شما از پی کارتان شوید. تشکر. نباشد ما با مکانی امنیت میرویم. رفیقان زودتر شما از اینجا روید. چرا مرا سر نمیگید؟ چرا سر نمیگید؟ ایست نگویم. رو با دست گیر. اکایی ساله نکنید همش خوب میشود. نکنید که جو میکنم. سرگید مرا سرگید. آرام باش نگویم. صالح تو را همه دوست می‌دارند. برای ما خیلی عزیزی. سلاحت را پرتاب.
اجازت ده روم. صالح تو قاعده و قانون را میدانی. اجازه داده نمیتونم. قانون است. دخترم همش میگذرد. مرا سردیت با شوهرم گپ زنم. آخر من باید آرام شوید. رفیقانی ما رسیده آمدند الکی. لطفا آرام شوید. اگر خواهید که با ما کمک کنید خود رو به دست. به خدا از دست این آدم همه کار می آید. سعادت می تواند که تو را پروند. نرو دخترم نرو. انا بین کودک هم در آنجا می باشد. عارف؟ سردار عارف با شما کار میکند؟ همینجا است. با او رفتم مصلحت میکنم. او صالح را خوب میشناسد. او را دوست میدارد. صالح تنها او را گوش میکند. به ما کمک میکند. معنیش شما آرام شوید. من حاضر میپرسم. عارف هست که هست او را زودتر یابید. ایستا! ایستا بی شرف! ایست نگاهان ابلا! ظریف تو دوام ده. من از پیش راهش میبرایم. برای همین نوارها اینقدر ما را آواره کردی. حرکت نکن. اینجا بیا. ایستا! کجا میگویدی؟ کجا ابله؟ در جایت ایستا! نجون! ایست نبکار. نجون! از کجا پیدا شدید شما؟ گپزن بگویم. کیستید شما؟ کو گپزن؟ سومن! 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 به زمین خواب رو سومن! رفیقان، میدونم که برای همه شما مشکل است، اما بی خطری دختر باید در مد اول باشد. هدف اکای صالح